پادشاهی در آخرین لحظات عمرش تنها 3 جمله به پسرش گفت. سالها بعد همان 3 جمله جان پسرش را از نابودی نجات داد. این داستان فقط قصه یک شاهزاده نیست، قصه توست. اگر گوش کنی شاید تصمیم‌های زندگیت عوض شود. در سرزمینی دور، پادشاهی سالخورده روزهای پایانی عمرش را می‌گذراند. او پسرش را وارث تاج و تخت کنار بسترش فراخواند و 3 جمله به او سپرد. 3 نصیحت که قرار بود سرنوشتش را تغییر دهند. اول، وقتی عصبانی شدی هیچ تصمیمی نگیر. دوم، در سفر با هیچ غریبه‌ای شریک مشو. با سوم، راز دلت را به هیچ کس نگو، حتی اگر به او اعتماد داری. پادشاه در آرامش چشم فرو بست. با پسر وارث سرزمینی بزرگ شد. سالها بعد او راهی سفری شد تا جهان را بشناسد. در جاده‌ای با مردی خوشچهره آشنا شد. مرد گفت با هم شریک شویم، با هم سفر کنیم. اما شاهزاده به یاد آورد در سفر با غریب شریک مشو پیشنهاد را نپذیرفت و چند ساعت بعد شنید همان مرد به کاروانی حمله کرده و همه را غارت کرده است. جانش نجات یافت. میخوای بدونی شاهزاده با این 3 نصیحت چطور از نابودی نجات پیدا کرد؟ پس تا آخر ویدیو بمون و اگه لذت میبری یه لایک کوچیک بهم بده و سابسکرایب رو فراموش نکن. در شهری دیگر حاکمی گستاخ او را خشمگین کرد. میخواست حمله کند، بجنگد، با شهر را به آتش بکشد. اما باز هم صدای پدرش در ذهنش پیچید. در خشم تصمیم نگیر. او صبر کرد. و روز بعد پیامی رسید. سوء تفاهمی بیش نبود و جنگی در نگرفت. اما در شب‌های بعد شاهزاده رازی بزرگی را به یکی از نزدیکترین همراهانش گفت. با این بار نصیحت سوم را از یاد برد. چند شب بعد همان راز به گوش دشمن رسید. توطئه‌ای چیده شد و شاهزاده در آستانه نابودی قرار گرفت. او با سختی از آن گذشت و آموخت که گاهی نجات ما در چند جمله نهفته است. امروز او پادشاهی داناست و آن 3 جمله با خطی زرین بر دیوار قصرش حک شده‌اند. در خشم صبور باش، در سفر محتاط باش، در دل رازدار باش. اگه از این داستان الهام گرفتی با یه لایک ازش حمایت کن و سابسکرایب کن تا این مسیر رو با هم ادامه بدیم. ما تازه اول راهیم ولی پایانش میتونه افسانه‌ای باشه. اگه برات آموزنده و مفید بود این ویدیو رو میتونی برای دوستات هم بفرستی.